همداران عزیز قرار داریم در فیض‌آباد 27 اکتبر در زمین بدیلشو بدیل پامیدور کردگی است در 5 گکتار. من این دیگر نوعش نوعی چی بود؟ نوعی بابکات. بابکات کنی؟ بله اینا. کنی از چه گرید این طرف؟ نوعی بابکات. او این سرخ نشده است یا که خنک شد برای وای؟ از روی خنکی ای سرخ میشه. سرخ بود؟ سرخ میشه. این تمام کرده دلکه؟ این بسیار با دارم در دیگه جا دارم. این چند پولی میفروشید اینا؟ اینا 4 سوم. 4 سوم. بله اینا. کنی؟ او این سرخ نیست همینم 4 سوم میفروشید؟ این سرخ میشه. این من میمونم یک قفا میشه سرخ میشه. یک درست پاسی سب سرخ میشه. به همین زمینا؟ به همین زمین. 4 سوم. بله 4 سوم. این یاسموش نداره داخل. ای هم یاسما دارم. می وقتی که میکفای طرف میوبا این چی میشه؟ اینا مویاس میفروشیم. فقط توزشه. توزشه. توزشه میخویم. همین زمینا شما است. بله. آفرین به شما. با این مهنتتون آفرین. آفرین. این علاقه تمام شده است ها؟ بودست. تاگی بوتا پور است ها میگم. کنه یک بوتا برداره دارم. این علاقه تمام شد چین دادخی ها؟ خاموشه چین نمیرم خاموشه. خاموشه چی ده چین ده؟ ولی 7 تن چین نف کلینکی نرخ ساز داد دادیم چه. 7 تن خاموشه گرفت برد؟ خاموشه بود. چند پولی برد؟ 200 دادم. خاموشه 200 داده. پولی هم بیاد کدامش خاموشه میتیر؟ میتیم 200. بسیار دارم. بسیار داره. از 10 تن بالا. از همین زمین شما از فیض‌آباد مرکز 1 کیلومتر است 1.5 کیلومتر؟ بله. 2 کیلومتر. همداران عزیز منم راه رو دیدید؟ منم راه ماشین را رفته است دیدید؟ راهی که کجا میرد این راه؟ این راه روغن میره. روغن میره بعد کو از فیض‌آباد میبرد روغن میره در همینجا پامیدور فروش شیشتگی هستن. نرخ بوتکا چه کردگی هستن و خونه چه کردگی هستن پامیدور میفروشند از همین زمینی بدیلشو همش شما کوفته نمیگردید. شما از دوشنبه که برو اومدید فیض‌آباد 1 کیلومتر گذشتید انم راه ده پامیدور فروشا که دیدید او حوزه او انا همین همجبه این زمینی بدیلشو میوبید. این پامیدور چی بود؟ این روزی. این روزوی وای فیض‌آباد ها؟ بله. روزوی فیض‌آباد این ببینید. اینم خاموشه میفروشه داخل. میفروشن. در کل باشد. 2 سومون. 2 سومون. اینو 2 سومونو برن مونن اگر 10 روز سرخ میشد. 5 روز سرخ میشه. 5 روز سرخ میشد 7 سوم 8 سوم میفروشن. بله. من همداران عزیز یک بیزنس بیت خاموشه گیرید برید مون در درون یاشیکو هم تخشو چینده یک قطار فقط فکر میکنم من یک قطار چینده نکردم 2 قطار وزبینی میکنم یک قطار میچینید هم خیلی سرخ میشد میبرید الکه 8 سوم 9 سوم میفروشید. همداران عزیز این پامیدور زوری بدیل میباشد. مرحمت من رقم تلفن بدیل رو در بالای اعلان میمونم شما بیمالول با بدیل در تماس برآمده از او پامیدورهایش رو خریداری کنید و برکت یابید. بدیل شو از نام من که گفتن از نام گروه انگور و باغ کمی هم ارزان کنید بود مالش خب همداران عزیز در پناه خدا باشید. بدیل شو برای مهنتات یک جهان تشکر. دست شما درد نبیند. دست شما درد نبیند.